خب سلام به همه ماشین بازا. ما یه ماشین دیگه در خدمتتونم. امروز CLA 250 رو داریم. یه ماشین نیمه اسپورت، نیمه لاکچری، نیمه خانوادگی، نیمه از همه چی یه نیمه ای داره برای کسایی که همه‌شو میخوان. یه روز دستم بوده، حدود 400 کیلومتر باهاش درایو کردم براتون ریویو بکنم، نظر من رو هم بدونید اگر خواستی ماشین رو بخرید. ببینید چجوریه. خب از اکستریور شروع میکنم. جلوی نمای خشن نیمه جذاب داره، خوبه، به نسبت قابل تشخیص از بقیه مرسدس های الان، از کلاس و ای کلاس و اس کلاسی قطعا قابل تشخیصه. سایزش هم یه سایز منطقی سدان، واقعا سدان خیلی جمع و جوره. نمای عقبش رو واقعا دوست دارم. این چراغای کشیده، این فضایی که ماشین مثلا آیرودینامیک خوبی داره، به این شکل کشیده شده، یه نمای اسپورتی با آدم میده و خوبه. کلا باش حال کردم. صندوق عقبش هم ببینید چقدر جا داره. صندوقش هم جاش بد نیست برای ماشین سدان این سایز، بد نیست. برو وسیله بود امروز، خوب بود. عقبش رو بشینمشون بدم. این نکته منفی واقعا، اول نکته که آدم اذیت می‌کنه اینه که خیلی جای عقب کمه. برای نشستم صندلی جلو هم جای نمیدونم مثلا خیلی عقب نیست، همه چیزه، ولی اصلا جای پای خوبی نداره و سرنشین عقب واقعا اذیتن. خیلی چیز خاصی هم نداره. آپشن این کلایمتی بهشون نمیده، هیچ بخوام موزیک هیچ، فقط یه میگه شارژ گوشته بکنی. اینا هم مثلا بگیر سمت خودت که گرم و سرد بشی، گرم کن سرد کن، کاپ هولدر، هیچ، یعنی واقعا در حد مینیمم. صندلیاش حالا چرم خوبه، واقعا ماشین هم واقعا 2025 تازه است. خب چرمش هم نمیشه واقعا الان قضاوت که، ولی خب الان خوبه. جلو هم نشونتون بدم، نظرم در مورد اونجا بگم. یه نکته در مورد خود CLA بگم. کلا حالا شاید تو ایران به این معروفه، نمیدونم، تاییدش نمیکنم حرفو، ولی به CLA میگن قوی ترین موتور 4 سیلندر رو داره. یعنی از یه موتور 4 سیلندر 2 لیتری داره حدود 228 از توان میگیره که خب توانش هم واقعا خوب بود. خب از داخلش براتون میگم یه نمای نیمه لوکس دیگه، واقعا نیمه لوکس، ولی واقعا کوالیتی متریال خوب. فرمون رو من همیشه تاچ میکنم، میگم آخ خدا چه جوریه، میگم آخ خوبه. هر موقع فرمون کتکلوف باشه من واقعا دوست دارم و چرمش واقعا در هست، خوبه. امبیان لایف داره. نمیدونم اینجا هم که خب دیگه مثل ماشینای جدید همه به هم وصل شده، خوبه. اینم مال مرسدس جدیدن همه این شکلی هن. خب اینم که همه اینا رو داره، خوبه. از آپشنای جالبش بگم، خب اتو پارک داشت که نکته منفیش هم هست. حالا نمیدونم چقدری هزینه کرده مرسدس برای این مدل، ولی واقعا از 10 تا یکی رو جای پارک تشخیص میده. تو همین پارک اگه من روشن بکنم از این همه جای پارکی که الان هست شاید هیچ تشخیص نده. میتونم امتحان بکنم نشونتون بدم، دقیقاً نشون میدم، حتما نشون میدم، روشن میکنم ماشینو. اینجا هم که برای این کلا برای دشش هم خب چیز خاص نداره. کلا میتونی انتخاب بکنی که چه شکلی باشه. باحال، مدلای باحالی داره، مثلا اسپورتش. اینجا هم که خب گس و نمیدونم این که توان فشار روغن و نمیدونم چیزا رو نشون میده، بد نیست. ماشین 3000 تا رفته. نکته حالا به نسبت این همیشه آزاردهنده برای من، به نسبت ماشین نشون بدم، ماشین 3600 تا رفته. هر از اون ماشین گرفتم همش میگه من زنگ بزنم یه سرویسی برات بوک کنم بری، میگم 3000 تا اصلا چی روغن عوض کنن، چی رو عوض کنن، 3000 میخواد زنگ بزنی چی، میذارم کال لیدر. خیلی به نظرم این قضیه واقعا کمی رو اعصاب بود که مثلا اگه ماشین 10000 تا رفته بود، 15 20000 تا، چون من نمیدونم که مینتیننس چه جوری بوده تو چه، ولی خب 3000 تا که دیگه هیچ کاریش نکردن، تازه گرفتنش. این هم خیلی روونه کلا برای نویگیشن، برای اندروید آیتو، اپل کارپلی، اینا همه خیلی روون و خوب و من دوستش دارم. خیلی بزرگ نیست، خیلی منطقیه.
آینه‌ش هم آینه واقعی دیجیتال نیست، دوربین نداره، خیلی چیز. خب که دیگه حتما هم که داره دیگه سانروفو، ولی خب کلش کاور نیست، در حد منطقی اینقدر داره. خوبه، کوالیتی متریال واقعا من دوست داشتم، خوبه. یه سری چیزا من بگم، نکته هایی که میخوام بگم. من حالا کل بروشور ماشین نگاه نکردم ببینم چقدر آپشن داره، ولی خب هر کسی که تو ماشین میشینه اول می نگاه میکنه خب رو فرمون چی داره، مثلا میگه اوکی این کروز کنترله، این حتما مال اطلاعات اینجاست، این مال موزیک و ایناست، اینم که آهنگ سریع پخش میکنه. یعنی نمیخوای بری دیسکاور بکنی ببینی کجاست. این طرف مثلا میبینم که گرم کنه صندلی داره، میگم خب برای فرمون گرم کنه فرمون نداره. سوالاشون خود چون نیست، بودم این نیست، شاید مثلا این مدل بالاتر داره، این مثلا میزدی فرمون رو گرم میکرد. بعد میبینم که این زیر، حالا نمیدونم نشون بدم اینجا داره. یعنی من از کجا باید بفهمم که این ماشین اینجا گرم کن داره؟ حالا من اینو میگم آداپتیو کروز کنترل نداره، اینجا نداره. یعنی هر دگمه اینجا باید یه دگمه داشته باشه که مثلا فاصله با ماشین جلو رو نشون بده، نداره. منطق من اینه که نداره. نمیدونم برم زیر مثلا ماشین بخوام یه دگمه اون زیر بزنم تیک فعال بشه، نمیدونم. خب برای این آپشن رو نمیدونم. مثلا این آپشن مال میدونم مال اتوپارک، خب داره اینجاست داینامیک مال مثلا ماشین اسپورت باشه، مدل مختلف داشته باشه، خب هست، لازم نیست من برم بگردم. ولی اینو من نمیدونم واقعا که آداپتیو کروز کنترل داره یا نداره، و من روش خیلی حساسم. اونایی که منو فالو میکنن میدونن که من واقعا رو این قضیه خیلی حساسم. ماشینم دیگه بقیه آپشنش فقط آپشنای خیلی معمولی. خب این اینجا برای جای وصله بخوای بذاری، چارجر وایرلس داره. من گوشیمو یه بار می‌ذاشتم یه بار میگرفت، یه بار نمیگرفت، اینجوری بود که هر چی خودت بگی. کاپ هولدراش هم که خب میدونید مرسدس اینجاست، خیلی جای عجیبی نمیره. کاپ هولدر اونور، کاپ هولدر اینور، این طرف گلاو باکسش جای خیلی عجیب غریبی داشته باشه نداره. آینه‌هاش هم یه نکته خیلی مفیدم آینه بگم در مورد این آفتابگیر بگم، نه انگلیسیش چی میشه. ببین آفتابگیر وقتی میکنی و میذاری اینجا، آفتابگیر اینجا باید یه حالا نمیدونم یه فضای داشته باشه که تو اینو بتونی بکشی این طرف و این کشیده بشه. چرا؟ چون آفتاب معمولا از اینجا میزنه به سرت تو اینجاست، خب ماشین اینجاست، سرت اینجاست. اگه نتونه این آفتابگیر بیاد، این آفتابگیر اولا هیچ کاربردی نداره، کاملا یوزلس. حالا دوستانی که منو چیز میکنن حتما برام کامنت بذارن که مثلا اگه دگمه خاص داره که این میاد به من بگید دگمهش کجاست. من خیلی با این ور رفتم چون آفتاب توی سرم بود، چه راننده چه سارنشین هر دوشون مشکل داشتن. به نظر من تو این ماشین واقعا که این بعد طراحی بیشتر دقت شده. اگر که اینو نداره ممکنه بگم آقا داره اینا چرا نمیتونی؟ من نمیدونم، شاید داشته باشه. اون طرف هم که خب برای صندلیاش اینجاست، باحال بود، برای صندلیاش دوست داشتم. این هم نکته شاید مثبت منفیه، برای تنظیم صندلی اینجاست ولی برای گودی کمر اینجاست. معمولا ماشین همشون اینجاست، حالا این اینجاست. بعد خب این مموری سیت داره که خب خوبه، مموری سیت شاگردم داره، خیلی خوبه، من واقعا دوست دارم این قضیه رو. بریم بکنیم درایوش کنیم، نشونتون بدم. از همین چیز شروع کنم، از همین قابلیت اتو پارک استفاده میکنم. من اینجا شروع میکنم، ببینم چقدر شما با من موافقید نه. خب الان میخوایم بریم میزنی که اتو پارک، دنبال جای پارک میگردیم، میتونیم بخونیم که درایو فوروارد. اگه جا پارک باشه اینجا نشون میده که جا پارک هست. الان اینجا یه جا پارک خب میبینیم هست، بعد نشون بده، نشون نمیده. جا پارک بعدی رد شدیم، نشون نمیده هیچ. جا پارک بعدی، جا پارک دیگه نشون نمیده، و جا پارک بعدی میگه هست. خب بالاخره میگم واقعا چند تا میزنیم که بله اینو میخوایم و میخوایم که ازمون بزنیم روی آر. خود ماشین داره میره ولی میگه ترمزو داشته باش. ببینیم که واقعا چه جوری ماشین پارک میکنه. آینه رو هم میتونید نگاه بکنید، دوربین هم که واقعا میتونید نگاه بکنید برای شما.
من کمی واقعا میترسم. این طرف میاد دارم نگاه میکنم میبینم که کمی داره بد میره، ولی نه پارکش واقعا خوبه. من یه جا دیگه هم پارک کردم، ولی دیدید دیگه واقعا 3-4 تا رو یکی نشون داد و این طرف هم واقعا چسبونده بچه‌ها. حالا من کمی خودم شخصا دارم میترسم. نچسبون چیکار داریم؟ برای ما که نتونیم ترای بکنیم تراست بکنیم ماشین. خب پارک کرد. تو می نشون بدم چجوری پارک کرده تا بعدش بقیه درایو بکنیم. خب خط اینجاست. اینم این خط تقریبا ماشین رو واقعا وسط نگه داشته. من از پارکش بهش چند بدم خوبه، 9.5 از 10. آره خب خدا رو شکر اینم امروز داشت و من تونستم نشونتون بدم. توان ماشین رو میخوام بگم مثلا توانش واقعا خیلی زیاد نیست. خب دارم میگم دیگه 228 اسبه. توان ماشین واقعا اونقدری زیاد نیست. تو هایوی سعی میکنم گاز بدم، ولی اگر رو مود اسپورت بذارید و خودتون اگه تو منوال لنده رو عوض کنید خیلی فانه، باحاله، واقعا شتابشو حس میکنید. صدای اگزوزش خیلی خوبه، میاد توی کابین، اینا خیلی کوله باحال. ولی مثلا بخواید مثلا برای میگم که نیمه اسپورت ماشین دیگه، ولی برای این مدل و با موتور 4 سیلندر واقعا به نظر من خیلی خوبه. که ولی نمیدونم 0 چقدر پر میکنه، ولی توانش واقعا منطقه. نیمه اسپورت خیلی منطقه، یعنی برای اینکه بخواید توی هایوی دریفت بکشید این کارو بکنید، دریفت بکشید، لایو بکشید، اینا واقعا خیلی خوبه، منطقیه. یعنی ماشین شهر اسپورت شهری دیگه. از این جهت من تایید میکنم که ماشین خوبیه. در مورد مصرفش بگم، مصرفش چقدره؟ مصرف این ماشین، نکته که داریم تو اینجا برید و مصرفش رو واقعا لحظه ببین. الان داره 6 میسونه صدی، ولی مصرفش مثلا حدوداً توی هایوی 7.5-8، توی شهر 9 این طرفا میسوزونه. اگر رو مود اکو بذارید مصرفش بد نیست، مصرفش منطقیه و مصرفش خوبه دیگه. چیا رو بگم براتون؟ توانش رو گفتم. ماشین دوست داشتنیه واقعا. قیمتشو بگم، قیمتشو من چک کردم توی کانادا بخواید شما اینو بخرید حدوداً 51 کی کانادین دلار پای شما در میاد. که خب یه سدان واقعا جمع و جور و خوش قیمته. خب تو این رنج قیمت شاید بشه، نظر من شاید مثلا بشه اگه کسی بخواد ماشین خانوادگی بگیره، شاید مثلا SUV های مثلا هوندا، تویوتا، هیوندای، کیا، مثلا هایبرید بگیره که مصرفش پایین‌تر باشه. همه اینا میشه، ولی خب کسی عشق مرسدس باشه، یه سدان جمع و جور بخواد بخره که خیلی هم گرون در نیاد، واقعا ماشین خیلی خوبیه. خلاصه ماشین رو دوست داشتم. اگر 51 کی داشتم این ماشین رو نمیخریدم با کمال اینکه خیلی دوستش دارم. باش میرفتم یه دونه MX-5 خوب میخریدم. MX-5 با 40 کی میدم MX-5 میخریدم و عالی. یعنی تصمیم گرفتم که بین نیمه اسپورت و نیمه خانوادگی و اینا واقعا سعی کنم نیمه اسپورت فان انتخاب بکنم، سقفش برداشته بشه، باحال باشه. اینم خیلی باحاله. خلاصه همین بچه‌ها، همین. منو فالو بکنید، ویدیو بیشتری براتون بذارم، ماشینای خوشگل‌تر بگیرم، ماشین اسپورت‌تر بگیرم، ماشینای مختلف براتون درایو بکنم. منو حتما حمایت کنید و دوستتون دارم. خدافظ.